انتشار تصاویر کشتی حامل بیش از 700 مهاجر غیرقانونی توسط رسانه‌های یونانی ابعاد تازه‌ای از یک فاجعه بزرگ انسانی دیگر در آب‌های مدیترانه را رقم زد. هفته گذشته این کشتی از سواحل لیبی به مقصد ایتالیا حرکت خود را آغاز و در نزدیکی شهر پیلیوس در جنوب غربی آب‌های یونان دچار اختلال فنی شد و سپس به دلیل سنگینی بیش از حد در آب فرو رفت. تاکنون 82 سرنشین این قایق به طور قطع جان باخته و سرنوشت برخی دیگر خبری نیست. تنها 104 سرنشین این قایق توانستند جان سالم به در برند. برآورد دقیق تعداد تلفات غیر ممکن است. عرشه کشتی پر از مهاجران بوده و به نظر می رسد کشتی بر اثر جابجایی افراد واژگون شده است. کشورهای حاشیه مدیترانه که تاکنون اقدام سریع و پیشگیرانه‌ای برای فجایع انسانی این آبراه مهاجرت نکردند، در قبال این حادثه و حوادث پیشین تقصیر را به گردن هم می‌اندازند. الکسیس چیپراس نخست وزیر سابق و رهبر حزب چپگرای یونان دولت کشورش را به بی‌تفاوتی و عدم امداد رسانی به موقع متهم می‌کند. برخی مهاجران میگویند گارد ساحلی یونان به جای نجات حادثه دیدگان با زور کشتی را به سوی آبهای ایتالیا روانه کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم با انتشار پیامی به مناسبت روز جهانی پناهجویان کشورهای اروپایی را عامل اصلی فجایع انسانی مهاجران در مرزهای اروپا می‌داند. göç ve mülteciler meselesinde ذهنیت متکبرانه اتحادیه اروپا در موضوع مهاجرت و پناهجویان دریای مدیترانه را که زمانی مهد تمدن‌های بسیاری بود به گورستان مهاجران تبدیل کرده است. حادثه چند روز پیش دومین فاجعه انسانی از لحاظ تعداد تلفات در مسیر دریایی مدیترانه به شمار می‌رود. آبراهی که الان مرگبارترین مسیر دریایی جهان است. بر اساس آمار سازمان ملل از سال 2014 تا کنون بیش از 21,000 مهاجر غیرقانونی فقط در دریای مدیترانه جان باخته و یا ناپدید شدند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.